فکرشو بکن بتمن و لاک‌پشتای نینجا کنار هم. این دقیقاً توی یه دونه از کمیک ها اتفاق افتاد. ماجرا از این شروع میشه که شردر و قبیله‌اش با کمک رئیس الغول وارد گاتام میشن. هدفشون هم ساده است: نابودی شهر و دسترسی به تکنولوژی‌های گاتام. اما این حضور یه اثر عجیب هم داره، چون لاک‌پشت‌ها هم برای دنبال کردن شردر وارد دنیای بتمن میشن. اولین برخورد بتمن و لاک‌پشتای نینجا اصلاً دوستانه نیست. اونا همدیگر رو نمیشناسن و مستقیم با هم درگیر میشن. بتمن با مهارت‌های رزمی و هوشش و لاک‌پشت‌ها با سبک‌های متفاوتشون. ولی خیلی زود میفهمن که دشمنشون یکیه و مجبورن با همدیگه همکاری کنن. اما نقطه اوج داستان وقتی میرسه که شردر و رئیس الغول قدرتشون رو یکی میکنن. توی پایان بتمن و لاک‌پشت‌ها دوش هم جلوی اونا میستن. مبارزه پر از لحظه‌های تاریک و پرهیجان که هم حس جدیت بتمن رو داره و هم شور تیمی لاک‌پشتای نینجا رو. و همین ترکیب این کراس اوور رو تبدیل کرده به یکی از بهترین همکاری‌های تاریخ دنیای کمیک. اگه به داستان کمیکی علاقه داری، پس حتما پوی کمیکو فالو کن. همین.